سلام علیکم، من بهارم. امروز میخوام بهتون بگم چطور با ساده ترین نور، یعنی نوری که تو فضای بسته هستش، میتونید فوق‌العاده ترین عکس‌ها رو بگیرید. اگه شما هم مثل من عاشق عکاسی هستید و بیشتر وقتا تو خونه یا محیط بسته عکاسی میکنید، حتما این ویدیو به دردتون میخوره. برای عکاسی تو محیط بسته، اول ما دنبال فضا یا اتاقی میگردیم که پنجره داشته باشه. نور پنجره یکی از خوشایندترین و جذابترین نورها برای عکاسیه. میپرسی چرا؟ چون نور خورشید میتابه به پنجره و توسط شیشه باعث میشه اون نور تند تبدیل به یه نور نرم بشه. ما با 3 روش نور رو کنترل میکنیم. روش اول، ما سوژه‌مون رو روبروی پنجره قرار میدیم، یه جوری که نور کاملا روی صورت سوژه باشه و عکاس پشت به پنجره وای میسه. این روش معمولا برای کسایی هستش که سالن زیبایی دارن و میخوان از میکاپ عکاسی کنن. اگه نور کاملا روی صورت سوژه باشه، باعث میشه ایرادهای صورت مثل چین و چروک یا حتی جوش تا حدودی پوشونده شه. اگه تو اتاقی که داریم عکاسی میکنیم پنجره کوچیک باشه و عکاس بخواد جلوی پنجره وایسه، خب قطعاً یه قسمتی از نور رو بلاک میکنه و نمیذاره نور کافی به سوژه‌مون برسه. تو این حالت ما از سوژه‌مون میخوایم که به پنجره نزدیک‌تر شه. تو این شرایط ما نمیتونیم عکسای قدی یا واید بگیریم و باید تمام تمرکزمون رو بذاریم روی عکاسی پورتره. روش دوم، سوژه به صورت مایل کنار پنجره می ایسته. به این سبک از نورپردازی میگن نورپردازی دراماتیک. یک سمت از صورت سوژه روشن‌تر از طرف دیگه هستش. معمولا من برای عکاسی از آقایون سبک دراماتیک رو بیشتر پیشنهاد میکنم. تو عکاسی از آقایون ما بیشتر میخوایم حس رو نشون بدیم. ما نمیخوایم زیبایی یک مرد رو به تصویر بکشیم، بلکه میخوایم ابهت و جذبه اون مرد رو نشون بدیم. در کل این روش پرطرفداری هستش، چون حس رو تو تصویر به وجود میاره. این که من گفتم از سبک دراماتیک برای آقایون استفاده میکنم، منظورم این نیست که برای بقیه نمیشه از این روش استفاده کرد. نه، هم برای بچه، آقای مسن، خانم یا حتی خانواده هم میشه از این روش استفاده کرد. تو این حالت عکاس فرقی نمیکنه کجا وایسه، فقط محل قرارگیری سوژه مهمه. شما با تمام پنجره ها میتونید این نورپردازی جذاب رو داشته باشید، مثل پنجره اتاق، کافه ها، قطار، ماشین و غیره. روش سوم، ما با نور پنجره میتونیم عکس سیلوئت بسازیم. حالا به چه عکسای سیلوئت گفته میشه؟ قطعاً بارها شنیدین. به عکسای ضد نور میگن سیلوئت. چطور عکس سیلوئت بسازیم؟ زمانی که سوژه ما جلوی یک بک‌گراند بسیار پرنور قرار بگیره، دوربینی که داره ازش عکس میگیره نمیتونه تفاوت سوژه با بک‌گراند رو تشخیص بده، چون یک جسم بی‌نور جلوی یک جسم بسیار پرنور قرار گرفته. در نتیجه این حالت باعث میشه که سوژه تاریک شه. بک‌گراند ما میتونه آسمون، دریا، دشت یا پنجره باشه. فقط تنها ویژگی که باید داشته باشه اینه که اون بک‌گراند باید کاملا پرنور باشه. ما تو عکس سیلوئت یا ضد نور بافت، جزئیات و رنگ رو از دست میدیم و تمام تمرکزمون روی شکل و فرم سوژه هستش. کلید موفقیت عکس‌های سیلوئت شکل و فرم واضح سوژه هستش. اگه چند تا سوژه هستن، باید با فاصله از هم قرار بگیرن تا عکسمون جذابتر و بهتر شه. تو عکس‌های سیلوئت باید رو کدوم قسمت تصویر فوکس کنیم؟ موقع عکاسی باید رو قسمت پرنور تصویر یا همون بک‌گراند تپ کنیم تا نورسنجی با توجه به قسمت پرنور تصویر انجام بشه. اگه با رعایت کردن همه این نکات بازم نتونستید عکس‌های سیلوئت بگیرید، به این دلیله که بک‌گراندتون اونقدر نورانی نبوده. ولی خب هیچ اشکالی نداره، تو ادیت دستمون بازه و راحت میتونیم با رنگ و نور درست عکسمون رو سیلوئت کنیم. دیدید با یه پنجره و یه نورپردازی ساده کلی میشه عکسای خفن گرفت؟ فقط کافیه تمرین کنید و خلاق باشید. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما کانالم رو سابسکرایب کن. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. دوستتون دارم. تا درود دیگر، بدرود.